کشورهایی که به رسمیت شناخته نشدند. خیلی از کشورها در دنیا موجودند که آنها به رسمیت شناخته نشدند. البته برخی از کشورها یا چند کشور آنها را به رسمیت نشناخته است. از همین حساب آنها را کشورهای در عموم به رسمیت نشناخته می نامند. یکی از این جمهوری ها تایوان است. وقتی که چین کمونیستی می شود، مردمانی که در تایوان زندگی می کردند آنها خود را مستقل حساب کردند، نه کمونیستی. پرچم آنها پرچم امروزی چین نیست. پرچمی که چین پیش از کمونیستی داشت همان است. 15 کشور در دنیا چین را به رسمیت نمی شناسند و آنها تایوان را چین می گویند. مثلا برخی از کشورها بر آن عقیده‌اند که تایوان باید خودمختار باشد. مثلا کشور دیگر یا کشورهای دیگر به مثال دو کره است، کره شمالی و جنوبی، که آنها در گذشته یکی بودند. حامی این دو دولت شوروی و ایالات متحده آمریکا بودند. کره جنوبی دست آمریکایی ها و کره شمالی دست شوروی بود. آنها جنگ کردند و در سال 1953 آتش بس اعلان شد و میان آنها مرز ایجاد شد. آنها از هم جدا شدند. در دنیا دو دولت است که کره شمالی را به رسمیت نمی شناسند. یکی فرانسه و دیگری ژاپن. اما آنها کره جنوبی را به رسمیت می شناسند. این دو کشور همدیگر را هم به رسمیت نمی شناسند. کشور بعدی این کیپر است. کیپر را ترکیه به رسمیت نشناخته است. کشور دیگر این در افریقا است. کشور صحرای غربی یا آن را کشور عربی صحرای غربی میگویند. تا حال آن را 39 جمهوری به رسمیت شناخته است. کشور آینده در قفقاز است. اسیتیای جنوبی. از 193 کشوری که اعضای صمیمی هستند، تنها 5 تای از آنها این کشور را به رسمیت شناختند و خلاص. این گونه مشکلی ها سر کشور ابخازیا هم هست. دور نمی رویم. مثلا پاکستان ارمنستان را تا حال به رسمیت نشناخته است، در حالی که ترکیه آن را به رسمیت می شناسد.